السلام علیکم تمام سلامت و خانواده سربلند باشه. یک ویدیو گرفتم با زبان فارسی یک تا بس زبان تاجیک به شما اودی کده فهمونم کسی که زبان فارسی نمیفهمن میگه که آن چیزهایی که محبت زن و شوهری رو زیاد میکنن یکمش اظهار محبت رو هر کس کردن نمیتونه. مثلا به همسرش باید بگه که من توی دوست میدارم، تو بهترین زن هستی، یا که به شوهر که من توی دوست میدارم، تو بهترین شوهر در عالم هستی. باید همین گونه مهر اظهار باید کنیم. پیغمبر مثلا وقتی که میپرسن صحابیو که کی رو زیاد دوست میداری، کدام همسرت رو دوست میداری، از زنهایت رو دوست میداری؟ میگه که بله دوست میدارم. میگه که از آنها عایشه است. میگه دوست میدارم، میگه عایشه رو دوست میدارم، میگه و دیگر زنهایم رو دوست میدارم. میپرسن پیغمبر محمد صلی الله علیه و بله میگه دوست میدارم همسرم رو. باید اظهار محبت کرده شود. مثلا زن به شوهر بگه که شوهرم من دوست میدارم، تو بهترین شوهر هستی، بهترین شوهر در دنیا است. یا که شوهر به همسرش بگه که من تو رو دوست میدارم، تو بهترین همسر زن هستی در دنیا. این یکم. دویمش خوشرفتاری. خوشرفتاری یعنی که معامله خوب کردن در خانه، در بیرون، در کجا که نباشه معامله خوب کردن. در خانه به خصوص پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله میامدن همسرانش رو چی میکردن؟ یردام میکردن. رو بچینی خانه، کاری که در خانه یردام میکردن. در حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله آمده است که بهترین شما کسی است که بهترین است در معامله اش با اهل و عیالش، با همسرش. حدیث از صحیح است، بله درست است. سومش گذشت از خطاها. هر خطایی که کردن زن و شوهر باید گذشت کنند. بار عایشه پیغمبر پیغمبر با آواز بلند چیزی روایت کردن، سخت رفتنده پیغمبر سلام سکوت کردند و آماده شوخی کردن، خنداندن عایشه رضی الله عنها. بار به نزد که عمر رضی الله عنه یه مردک میگه که روام کنی از زنم شکایت کنم کو میاد پشت در که میبینه که چون زن عمر رضی الله عنه بلند گپ زده است. راکی میشد میارد حضرت عمر رضی الله عنه میبره ها کجا میگه کنی بیا، میگه به سوالم جواب گشتم. میگه من فکر کردم که فقط همین زنهای مو بسیار گپ میزنه که زن شما هم با آواز بلند گپ میزده است. بعد عمر رضی الله عنه میدونی چی میگه؟ میگه که آخه ما وقتی که در کار هستیم اینها مونده میشوند، اینا سخت مونده میشوند و ما روز نگویم. به کی روز میگوین؟ این روز زنها همین گونه است. میگه عمر رضی الله عنه با آواز بلند گپ میزنم، در دل میکنه روز میکنم. ببینید عایشه را آنها پیغمبر با آواز بلند میکنه، پیغمبر سکوت میکنه و رفته شکر کرده اون رو میخندونه، گذر میکنه. نمیگیرن مشقت زن جه بیام متر میگه یک زنم توش که میگه علای چشم بگی خیلی نیست. در اسلام علای چشم بگی نیست. در هیچ جا وجود نداره که علای چشم بزنه که تا کی چودر گید. مادر رحمتی میگفتن که چند مادر رحمتی هم بود چند امین زنکای پیشینه میفتن که مهر محبت از همون شب اول عروسی سر میشود، بدبینی هم از شب اول عروسی سر میشود. بله پدر من بسیار پدر مهربان بود نسبت مادرم از زندگی خودش میگفتن که مهر از شب اول عروسی سر میشود، بدبینی هم از شب اول عروسی سر میشود. با کامپیوتر هم چند کامپیوتر دیگه بودن بخشش همین گونه میگفتن که همه چی از شب اول عروسی سر میشود، بدبینی هم و نقص بینی هم. برای مهر و محبت و همدیگری اظهار باید کرده باشن و گذشت باید کنن و یردام کنن. این چیز قسمی سوم گفتم گذشت خطاها نشود که مثال کش کنن. مطرح اول عروسی اول چشم کتاب داد باید که همچون زن رو احترام کنی. حالا که به نزد پیغمبر صلی الله یک انسان میگه که از همه زیاد کی رو احترام کنه؟ میگه که مادرت رو. با کی رو؟ با مادرت رو. با کی رو؟ مادرت رو. پس میگه پدرت رو. مقصد این حدیث همین است که زن، مادر، همسر، خواهر، خاله، عمه، مومه همه رو باید که ما زیاد باید احترام کرده باشه. برای چی؟ برای اینکه در بطنش طفل رو میگردانند، اون رو به دنیا میآورد و او رو شیر میتید. دیدید سه قدر دارد نسبتی مرد کودک حامله دار نمیشد. میبخشید که مثال بیارم تولد نمیکند و شب زنده داره. یگان مرد دیده که شب خیزه در سر گهواره نشیند و علاقیت. من ندیدم ولی مردی رو که در سر گهواره خیزه علاق گفته باشه. ندیدم. اگرش دیده باشید در چی نیست کامنت کی دیدگین. خب چهارم تحفه کردن. پیغمبر صلی میگه که تحفه کنه مهر زیاد میشود. تحفه مهر انسان رو بین همدیگری زیاد میکند. بله تحفه کردن، زن به شوهر، شوهر به زن. بله. پنجمش احساسات یکدیگر رو فهمیدن. وقتی که زن با احساسات میبیه کو گپ میزنه ای آتش میدونی چی شنونده آهسته فهموندن در کار. یا که مردک میگه که با احساسات ای کار موندش دیگه زن میگه پدر جونش خوب شده است حاضر این کارو میبینیم. یا که زن همین کرد بچه جونش خوب شده است این کارو میبینیم. احساسات همدیگه رو فهمیده و آرام کردن در کار. تا آغوش میگیرن، مثلا یک سخنی خوب میگوید یا که شوخی میکند یا که یک چرونی شو میده ای و بینی خیلی مثال
بله این پنج چیز شرطی است که مهر و محبت اویلاری رو زیاد میکنه و اویلر رو استوار نگاه میدارد. یک چه فراموش نکنید با از سخنهای گذشتگانمون که مهر و محبت از تگ 14 سر می شود و بدبینی از تگ 14 سر می شود از شب اول عروسی. مهر و محبت و بدبینی. مهر کردی مهر میبینی. پدری رحمتی من مهر میکرد، مادری من دایم جوابش میداد. یکی مادری من مهربونی میکرد، پدری من جوابش میداد. برای مهر محبت داشته باشیم این همدیگریتون. خب می ندارم شما.